سلام بچه، گفتم امروز برم یه تستی بگیرم ببینم داستان از چه قراره. این ور M416 رو داریم و اون ور AKM. خب بچه امروز میخوام ببینم کدوم یکی از این گانا قوی تر داخل پابجی موبایل بدون هیچ حرف اضافه ای. پس بزن بریم سراغ ویدیو. خب بریم برای تست این دوتا گان جذابمون. اول M4 به دست میخوایم ببینیم با چند تا تیر M4 توی هلمت، وست و پا حریفمون به چخ میره. خب اول با هلمت شروع میکنیم و M4 به دست 1 2 و 3. اینا که همه میدونن، یعنی هر پابجی پلیری میدونه با 3 تا تیر M4 توی هدشات حریفمون میمیره. و الان میریم سراغ وست. من واقعا خودم هم نمیدونم با چند تا تیر توی وست قرار حریفمون بمیره. خب بچه اینجا میریم برای تست این که ببینیم بعد چند تا تیر توی وست حریفمون بزنیم تا بمیره. خب بچه اینجا ما 1 2 تا 3 تا و 4 تا و 5 تا. آره بچه ما با 5 تا تیر M4 میتونیم به راحتی توی وست حریفمون بزنیم و حریفمون رو بکشیم و کارش رو تموم کنیم. بریم ببینیم توی پای حریفمون باید چند تا تیر بزنیم تا حریفمون به چخ بره. خب بچه 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا، نه اشتباه فکر کنم شمردم. حالا توی ویدیو میبینم بعد اونجا عددشو براتون مینویسم، ندیدم واقعا، حواسم اصلا نبود. خب بچه میریم برای بعدی، یعنی گان بعدی AKM. خب با چند تا تیر توی هد، 2 تا تیر. خب واقعا اینم عادی بود، اینم من از قدیم میدونستم که AKM با 2 تا تیر توی هد یه نفر رو به چخ میده. خب بچه بریم ببینیم با چند تا تیر توی وست. فکر کنم 2 تا یا 3 تا. واقعا اگه با 2 تا 3 تا باشه AKM خیلی دمیجش بالاست، ولی فکر نکنم. بله بچه با 4 تا تیر توی وست میتونیم راحت حریفمون رو به چخ بدیم، بکشیمش و برنده بازی بشیم. بریم ببینیم توی پا باید چند تا بزنیم. خب 1 2 3 4 5. خب با 6 تا واقعا توی پا دمیج AKM خیلی بیشتره. دمیج M4 توی پا نمیدونم، ندیدم، فکر کنم همین 9 10 تایی میشد. 9 10 تا تیر. واقعا AKM عملکرد بهتری داره. بریم اینجا نمره بدیم به AKM و M4. خب بچه بعد از اینکه به این دوتا نمره دادیم بریم ببینیم دمیج کدومشون بیشتره. خب اینجا ما اول با M4 وارد گیم میشیم. البته وارد گیم نمیخوایم تست کنیم، اول با M4 میخوایم ببینیم با M4 وقتی توی وست 2 میزنیم و هلمت 2 و پا میخوایم ببینیم چند تا کم میکنه. 24 تا دمیج. آره خوب بذاریم چند تا دمیج بود. ها بله بچه 24 تا دمیج توی وست و بریم ببینیم توی پا چند تا دمیج. 11 تا. واقعا خیلی کم حاجی، کم میکنه. توی هلمت هم که بازم ندیدم 46 تا بود فکر کنم. خب با AKM توی پا 20 تا، توی وست 29 تا، توی هلمت 68 تا. پشمام واقعا AKM توی دمیج عالیست. اینجا دوباره توی جدول نمره دهی زیبامون دوباره به نفع AKM شد. AKM 2 و M4 0. واقعا دلم برای M4 میسوزه. من که نه فن M4 هم نه فن AKM، من فن UMP هم. وای وای وای. خب بچه میریم سراغ ریکول گیری و لگدگان که ببینیم کدوم یکی از این گان ریکول بهتر و لگدگانش کمتره. خب اول با M4 با 3 تا حالت میزنیم. خوابیده، نشسته و وایساده که هر لحظه هم سخت‌تر میشه. وقتی دراز بکشی بزنی خیلی آسونه و بشینی بزنی خیلی نه یکم سخت، وایسی بزنی خیلی سخت. و همونطور مشاهده میکنی M4 توی ریکویل و لگد و اینا اصلا باو نگم براتون عالیه، عالی واقعا. اینم حالت نشسته که همونطور مشاهده میکنیم بیشتر تیر ما به هدف میخوره. البته این به سنسیویتی و اینا مربوطه، خب ولی ما کاری به اونا نداریم. میریم سراغ گان AKM. این که واضح بود M4 میزنه دقیق همون جایی که میخوایم. خب مهم AKMه، واقعا مهم AKMه. M4 اینجا معلوم بود
قرار برنده بشه بریم ببینیم AKM آیا چیکار میکنه. AKM ما اینجا AKM به دست با اسکوپ 6 واقعا من فکرشم نمی کنم بخوام یه مچ پلی برم با AKM اسکوپ 6 بخوام اون فاصله رو بزنم، واقعا اصلا غیر ممکنه. خب بچه اینجا در حالت اول یعنی خوابیده روی زمین، بازم ما تیرمون نمیخوره درست به هدف، خیلی سخت میخوره. نشسته خیلی ناده اصلا تیرمون بو یا الان اونجا یارو مثل مجسمه وایستاده، اون تخت چوبیه که ما داریم میزنیم اسمش چیه هرچی، ولی توی مچ واقعی 100% یارو در حال حرکته. خب 100% اصلا نمیتونیم بزنیمش. خب بچه بریم یه نمره بدیم ببینیم AKM بهتر بود واقعا توی ریکویل و لگد یا M4. بعد از اونم بریم ببینیم سرعت تیر کدومشون بیشتره. این واقعا برای من خیلی جای تعجب داره، سرعت تیر AKM بیشتره یا M4. خب اینجا M4 امتیاز گرفت، بازی داره کامبک میزنه 1 2. خب بریم سراغ بعدی ببینیم سرعت تیر کدومشون بیشتره. به نظر من یه حسی میگه سرعت تیر AKM بیشتره، ولی خب بریم تست کنیم ببینیم سرعت کدومشون بیشتره. خب بزن بریم پس تستش کنیم. خب بچه اینجا الان میخوام ببینیم سرعت تیر کدوم یکی از این گانا بیشتره، یعنی اون لحظه ای که تیر از دهن AKM میاد بیرون و یک آتیشی فوران میشه از دهنش، همونطور مشاهده میکنیم ببینیم چند کیلومتر بر ثانیه است یا همچین چیزایی. AKM چند کیلومتر بر ثانیه است و سرعت تیر AKM 750 متر بر ثانیه است و برد موثرش هم که کلا 400 متر، یعنی 400 متر به بعدش دمیجش میره پایین تر. خب یعنی قدرت تیر میره پایین. و M4 رو اینجا داریم که سرعت تیرش 880 متر بر ثانیه، یعنی از AKM هم سرعت تیرش بیشتر، واقعا باورم نمیشه. و برد اینم 400 متره و بعد 400 متر تیر اینم ضعیف میشه. خب بچه بریم برای امور ارقام. What the fuck 2-2 مساوی شد. هیچ وقت فکر نمیکردم 2-2 مساوی بشه. نه زر زدم. پس چرا 4 تا گذاشتم؟ خب چرا 5 تا نذاشتم؟ خب بچه اینا رو ولش، شما داخل کامنت ها بگین کدوم یکی از این گانا بهتره.